بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز و بزرگوار ایران، با سلام و آرزوی تحیات الهی و سلامت و عزت و موفقیت روزافزون برای شما همه موحدان، آزادیخواهان و عدالت طلبان جهان. شما به خوبی از شرایط و روندی که بر کشور میگذره و همچنین علت سکوت این خادم خودتون مطلعید. من درباره مسائل جاری کشور سالهاست سکوت کردم. متاسفانه مشاهده میکنم که ارائه اطلاعات غلط و ادعاهای کذب و ایراد تهمت‌های ناروا به یک روال در بالاترین سطوح مدیریت کشور تبدیل شده و همواره از اون به عنوان یک دستاوردی برای توجیه تصمیمات نادرست و پوشوندن ضعف‌ها، بی‌تدبیری‌ها و بعضاً اتلاف منابع ملی و آسیب زدن به منافع ملی استفاده میشه. البته در سال 92 من در یک نامه سرگشاده درخواست کردم که مناظره شفافی برگزار بشه در صدا و سیما تا اطلاعات دقیق به اطلاع ملت رسیده بشه، اما جز تکرار اتهامات و گسترده تر شدن اتهامات پاسخی به افکار عمومی داده نشد. شرایط پیش روی امروز کشور منو وادار کرد که ضمن حفظ موضع سکوت در قبال مسائل جاری برخی از این ادعاها و اتهاماتی که در مواقع گوناگون مطرح شده اینها رو برای ملت شریف توضیح بدم. اول از ادعاها و اتهاماتی شروع میکنم که قبل از آغاز مذاکرات بسیار مهم هسته‌ای با بیگانگان به صراحت و از تریبون عمومی توسط رئیس محترم قوه مجریه مطرح شد و بعد از این موارد میپردازم به دیگر ادعاها و یکی یکی اینها رو توضیح خواهم داد تا ملت شریف بیش از گذشته در جریان قرار بگیرن. اما اول ادعای خالی بودن خزانه کشور. خب این مطلب رو همه شنیدن که گفتن خزانه کشور خالی تحویل ما شده. صرف نظر از این که بعضیا تصورشون از خزانه هنوز تصور دوره قاجاره، فکر میکنن یک انباری هست، یک انبارداری هست، خراج ها میاد در اونجا انباشته میشه، با دستور شاه توزیع میشه. صرف نظر از این تصور که بعضی این تصور رو دارن، یه نکاتی قابل ذکر. اولا خزانه امروز چند تا حساب دولت نزد بانک مرکزی، درآمدهای دولت در طول سال به طور روزانه خورد وارد این حساب ها میشه و همون روزایی که وارد میشه توسط خزانه دار کل اختصاص داده میشه به دستگاه ها و نهادها برای اینکه طبق قانون بودجه هزینه کنند. درآمدها هم طبق قانون بودجه است، هزینه ها هم طبق قانون بودجه است. بنابراین تصور این که فکر کنیم یه انباری هست میاد اونجا انبار میشه چند صد هزار میلیارد بعد خرج میکنیم، این تصور نادرست است. با این وجود در تاریخ 13 مرداد 1392 یعنی آغاز کار دولت فعلی بیش از 1600 میلیارد تومان در حسابهای خزانه پول وجود داشته. به علاوه معادل همین مقدار در سایر حسابها و حسابهای واگذاری به نهادها پول وجود داشته که این مقدار منابع همزمان در خزانه کمتر در گذشته مشاهده شد. نکته دوم درباره پرداختی هاست. در طول سال 91 با همه فراز و نشیب هایی که شما یادتون هست، مجموعه پرداختی های دولت قبل 104,500 میلیارد تومان بود. 104,500 میلیارد تومان.
در سال 91 همه پروژه های عمرانی فعال بود، پرداخت های دولت به موقع انجام شد، مطالبات و حقوق کارمندان طبق روال معمول پرداخت شد. در اون سال دولت هیچ استقراضی نکرد و اون تنخواهی که اول سال از بانک مرکزی میگیره طبق قانون بودجه برای انجام کارهاش، اون تنخواه رو هم برگرد. اما در سال 92 یعنی اولین سال دولت فعلی مجموعاً 147,500 میلیارد تومان درآمد کسب شد و عیناً و معادل همون هزینه شد. این دو تا عدد به ما میگه که درآمد سال 92 40% بیشتر از سال 91 که در سالهای گذشته ما کمتر سالی رو داریم که به این میزان جهش در درآمدهای دولت نسبت به سال قبلش اتفاق افتاده. اما در همون سال 92 میبینیم که به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه ها تعطیل شد و شاهبیت کلام مدیران کشور کمبود بودجه و درآمد بوده. نکته بعد درباره درآمدهای دولت فعلی در سالهای بعده. این روند افزایش درآمد در سال بعد هم کم و بیش ادامه پیدا کرد. یعنی شما می‌بینید در سال 93 178,000 میلیارد تومان، در سال 94 204,000 میلیارد تومان، سال 95 هنوز گزارشش نهایی نشده، من از اون صرف نظر میکنم. اینقدر درآمد کسب شده و همینقدر هم هزینه شده. میبینید که درآمدهای بسیار بالایی است. یعنی در سال 94 تقریبا 2 برابر سال 91 درآمد بوده و هزینه شده، در حالی که تورم و سایر هزینه ها اینقدر افزایش پیدا نکرده. البته ممکنه سوال کنیم این علت چیه؟ علت این تفاوت درآمد چیه؟ این جهش درآمد چیه؟ دلایل متعدد داره. مهمترینش ایناست: دولت قبل واگذاری هایی کرده و طبق اصل 44 اقساطش فرا رسیده. خب دولت فعلی 92 93 و یه مقداری هم 94 اینا رو دریافت کرده. دوم، قانون ارزش افزوده، مالیات ارزش افزوده در دولت قبل به تصویب مجلس رسید، ابلاغ شد، سازوکاراش ایجاد شد، حالا محل حاصل دادنشه و زمان حاصل دادن. علاوه بر اینا تغییر قیمت ارزه. اتفاقا تغییر قیمت ارز توسط بانک مرکزی در دولت فعلی اتفاق افتاد. دولت قبل تا روز آخر حداکثر با هر دلار 1226 تومان از بانک مرکزی ریال دریافت کرد برای هزینه کردنش. اما دولت فعلی از 2500 تومان شروع کرد تا الان بالای 3300 تومانه. اینم یادمون باشه 4 ماه سال 92 که دولت قبل بود، بانک مرکزی با همون 1220 تومان حساب کرد، اما ما با تفاوتش تا 2500 تومان نگه داشت به حساب دولت فعلی و این دوستان هزینه کردن. خب اینم علتاش بود. نکته بعد درباره بقیه منابع است که در اختیار دولت فعلی قرار گرفت. خب در دولت قبل برای اولین بار به پیشنهاد خود دولت قبل یه صندوق به نام صندوق توسعه ملی تأسیس شد و 20% بعد 23 26% هر سال از درآمدهای نفت مستقیم و قبل از هر کاری واریز شد به حساب این صندوق. روز که ما تحویل میدادیم سرمایه این صندوق، یعنی پولی که بانک مرکزی ریخته بود به حساب این صندوق 55 میلیارد دلار بود. 22 میلیاردش رو وام داده بودن، 32 میلیارد نقدی وجود داشت در حساب این صندوق. علاوه بر اینا 108 میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی بود. 22 میلیارد دلار هم نفت فروخته شده بود، پولش هنوز بر نگشته بود که خب بعد این پول در واقع طلب از محل فروش نفت. خب ملاحظه میکنید برخلاف ادعای مطرح شده که ادعای کذبی بوده، درآمد دولت درآمد کاملا مناسبی بوده و دست دولت در اداره کشور باز بوده. یعنی مثل دولت خوب اداره کنه، رقم ها خیلی بالاست. اما 3 تا سوال مطرح.
سوال اول، من نمیخوام درباره انگیزه طرح خالی بودن خزانه، اونم در آستانه مذاکرات بسیار مهم هسته‌ای، قضاوتی داشته باشم. اما بالاخره باید این روشن بشه مقصود چی بوده؟ چرا در آستانه این مذاکرات این ادعای کذب مطرح شده؟ دوم این که باید پاسخ داده بشه که این ادعای خلاف واقعه چه مقدار به منافع ملی ما ضرر زده. و سوم این که روشن بشه این منابعی که سابقه نداشته، درآمدهایی که هیچ سابقه نداشته در گذشته کشور، اینا کجا هزینه شد و چجوری هزینه شد. امیدوارم پاسخ مناسبی دریافت کنید. موفق.